سلام دوستای عزیزم، وقتتون بخیر باشه. مبحثی که میخوام امروز در موردش با هم دیگه صحبت کنیم و آموزشش رو داشته باشیم یه مبحث خیلی مهم و کاربردی تو ریاضی هستش که شاید خیلی ساده بهش نگاه میکنیم ولی خیلی از بچه‌ها باهاش ایراد دارن و حتی بچه‌هایی که دیگه از دوره متوسط اول دوم خارج شدن و حتی توی دانشگاه هم هستن تو این به مشکل برمیخورن. چه مطلب خیلی ساده در ظاهر ولی میتونه ما رو به چالش بکشه. مخصوص بچه‌های هفتم هستش، یعنی آموزشش و دوره ارزشیابیش از بچه‌های هفتم شروع میشه که بچه‌های هفتم میتونن مفصل این مطلب رو امروز آموزش ببینن، دقت کنن و البته نکات کاربردی که من بهشون آموزش میدم. مبحثی که میخوایم در موردش امروز کار کنیم علائم یا علامت‌های مثبت و منفی هستش تو ریاضی. شاید میگم خیلی ساده به نظر میاد و اینکه خب این که کاری نداره، ولی باورتون نمیشه توی امتحان خیلی از بچه‌ها ساده ترین سوالات رو سر همین منفی و مثبت و گذاشتن علامت اشتباه توی جواب نمره از دست میدن و نمیتونن نتیجه که میخوان رو بگیرن. ما امروز میخوایم خیلی ساده و خیلی کاربردی این علامت ها رو یاد بگیریم که به چه شکلی از توی عملیات ریاضی وارد جواب میشه. بچه‌ها علامت گذاری ها به دو دسته تقسیم میشه، یعنی دسته ای که ما توی جمع و تفریق میخوایم به جواب برسیم و دسته ای که توی ضرب و تقسیم میخوایم به جواب برسیم. پس ما اول شروع میکنیم مثبت و منفی رو توی جمع و تفریق آموزشش رو بیان میکنیم. ببینید جمع و تفریق شدن کلا یعنی این که فکر کنید چند تا دسته از آدما وقتی هم نظر هستن، وقتی نظر موافق با همدیگه دارن، میتونن یه دسته رو تشکیل بدن، میتونن با همدیگه اتحاد داشته باشن، میتونن با همدیگه جمع بسته بشن و نظرشون رو به نتیجه برسونن، به اون چیزی که میخوان برسونن. یعنی از همدیگه جدا نمیشن، همدیگه رو تفکیک نمیکنن به خاطر اینکه تو نظرت با من فرق میکنه، تو نظرت اصلا شبیه به هم نیست. نظر وقتی یکی دور هم دیگه جمع میشن و به نتیجه میرسن. توی علامت‌های مثبت و منفی توی جمع هم به همین شکل هستش. علامت‌هایی که هم نظر هستند، هم دسته هستند، مثلا مثبت هستند، با همدیگه جمع میشن، یعنی هم علامت هستن با همدیگه جمع میشن. به طور مثال ما اگر میخوایم دو تا عدد ریاضی رو، حالا من عددهای ساده تر مثال میزنم، با همدیگه فکر کنید بینشون علامت جمع باشه. اولا که ما میدونیم هر عددی که علامت نداره یعنی علامتش مثبت، یعنی من اگر بخوام بنویسم مثبت 3 یا بنویسم 3 هیچ فرقی نمیکنه. خب می‌نویسیم 3 داره به اضافه مثلا 4 میشه. خب الان این دوتا، این که علامت نداره هم قبلش مثبت نوشته شده، با هم دیگه جمع میشن، هم نظرن، یعنی علامتی که داریم از دوتاشون میبینیم مثبته. پس با هم دیگه هم نظر میشن، متحد میشن و مسیرشون رو ادامه میدن. خب ما میگیم 3 تا از اینجا 4 تا هم از اینجا با هم نظر میشن، با هم دیگه جور در میانه. حالا بخوایم عامیانه در موردش صحبت کنیم، مثلا میگن که اینا خیلی آدمای هم نظرین، خیلی با هم دیگه جور در میان، یا مثلا این وقتا میگیم نه اینا اصلا با هم دیگه جور در نمیان. این جور و ناجور رو یه کلیدی بذارید برای به دست آوردن علامت‌ها توی جمع و تفریق. الان این دوتا با هم دیگه جور در میان، هر دوتاشون مثبتن، پس هم نظر میشن و میرن جلو. 3 تا و 4 تا با هم دیگه میشه 7 تا. چون علامت‌هاشون هم نظره، با هم دیگه جور در میان، خب همون علامت رو توی جواب میگیرن. حالا یا مثبت رو میذاریم یا نمیذاریم. پس وقتی جور در میان همون علامت میاد توی جواب نوشته میشه. حالا فکر کنید الان ما همین رو علامت منفی داشته باشیم، مثلا داشته باشیم منفی 8 میخواد منهای به طور مثال 5 بشه. باز میایم اینجا نگاه میکنیم هر دوتاشون هم نظرن، با هم دیگه جور در میان، هر دوتاشون منفی هن. پس میتونن با هم دیگه اتحاد داشته باشن، یعنی با هم دیگه جمع بشن و برن جلو. پس میایم میگیم 8 تا به اضافه 5 تا با هم دیگه جور در میان، هم نظرن، جمع میشن، میشه چی؟ میشه 13. علامتشون اون چیزی که هست رو توی جواب هم میبرن، یعنی نظرشون با هم دیگه چیه؟ منفیه. پس نظری که توی جواب هم بهش میرسن منفی خواهد بود. خب اینجا ما چی میگیم؟ میگیم زمانی که دو تا علامت‌های دو تا عددمون، حالا هر تعدادی که داریم، وقتی هم نظر باشه همون نظر میره توی جواب،
همون جوری جور در میاد میره توی جواب قرار میگیره. اگر هر دوتا مثبت بود، مثبت بیاد میره توی جواب قرار میگیره. اگر هر دوتا منفی بود، منفی میاد میره توی جواب قرار میگیره. و اینکه جمع یا منها بشه، زمانی که هم نظر هستن قطعا با هم دیگه جمع بسته میشن، قطعا با هم دیگه جور در میان و میان توی جواب نوشته میشن. حالا ما میخوایم ببینیم بیایم اعداد رو با هم دیگه عملیات ریاضی روشون انجام بدیم که هم نظر نیستن، با هم جور در نمیان. به طور مثال مثلا من میام همین رو مثال میزنم، میگم -8 میخواد با -5 یه عملیات ریاضی انجام بده. خب اینجا نگاه میکنم بهش میگم خب این منفیه این مثبت، اینا هم نظر نیستن، با هم دیگه جور در نمیان، نمیتونن به توافقی برسن. پس چی میشه؟ اونی که زورش بیشتره غالب میشه، اون نظرش رو میکوبونه توی نتیجه نهایی. میگه من منفیم، پس من میام نظر نهایی رو عوض میکنم، علامت من منفی، اون که الان بزرگتره منفیه دیگه، پس نظر این میاد توی جواب نوشته میشه. چرا؟ چون زورش بیشتره، چون تعدادش بیشتر از 5، پس زورش بیشتره، نظر خودش رو میاد توی نتیجه قرار میده. و وقتی اینا با هم جور در نمیان نمیتونن به توافقی برسن دیگه، با هم دیگه جمع نمیشن، از هم دیگه کم میشن. از این 8 تا 5 تا کم میشه، 3 تا باقی میمونه. اون 3 تایی که باقی مونده نظرش منفیه چون زورش بیشتر بوده، میشه -3. یا حالا فرقی نمیکنه، بالعکس مثلا میتونیم بگیم که اینجا به طور مثال مثلا مثبت 12 داریم، داره منهای مثلا 7 میشه. اینجا نگاه میکنیم میگیم خب باز اینجا علامت ها مخالفه، یعنی هم نظر نیستن، با هم دیگه جور در نمیان. میام نگاه میکنیم ببینیم خب کدوم زورش بیشتره. الان اینجا مثبت ما تعدادش بیشتره، پس قطعا زورش بیشتره. پس میاد میگه که من نظرم رو میارم توی جواب قرار میدم. حالا میگیم که 12 و 7 هم نظر نیستن، با هم دیگه جور در نمیان، پس جمع نمیشن، از همدیگه کم میشن. از 12 تا 7 رو کم میکنیم، باقی میمونه 5 تا. اون 5 تا با علامت اونه که زورش بیشتر بود مثبت قرار میگیره، پس میشه مثبت 5. یه دور دوره کنیم با هم دیگه. پس قرار شد زمانی که میخوایم جمع و تفریق کنیم باید ببینیم که اینا هم نظرن، با هم دیگه جور در میان یا نه. اگر جور در اومدن یعنی با هم دیگه جمع میشن، با هم دیگه متحد میشن، میرن که ادامه مسیر رو داشته باشن. الان مثبت 3 داریم و مثبت 4، هر دوتاشون مثبتن، نظراشون یکیه، با هم دیگه جور در میان، پس جواب هم نظر خودشون رو میگیره. نظر دوتاشون چیه؟ مثبت. جواب هم نظر مثبت رو میگیره و خب جور در میان، با هم دیگه جمع میشن دیگه. 3 و 4 میشه 7. یا اینجا الان باز اینا دوتاشون منفی، هم نظرن، با هم دیگه جور در میان، پس جوابی که میخواد بگیره با هم دیگه جور در میان و جمع میشن، یعنی میشه 8 به اضافه 5 با هم دیگه جمع میشن میشه 13. علامتشون هم نظرشون تغییر نکردی که همون نظری که داشتن میاد توی جواب نوشته میشه. ولی زمانی که هم نظر نبودن میایم نگاه میکنیم خب این -8، این مثبت 5، اینا هم نظر نیستن، پس با هم دیگه جور در نمیان. قطعا توی جواب اونی که زورش بیشتره علامت یا نظرش رو میذاره توی جواب. الان من اینجا -8 دارم، اینجا مثبت 5 دارم، کدوم زورش بیشتره؟ اون -8 زورش بیشتره چون تعداد بیشتری نسبت به اون یکی داره، پس نظر خودش که منفیه رو میذاره توی جواب و این دوتا با هم دیگه جور در نمیان، پس از هم دیگه کم میشن. از 8 تا 5 تا کم میشه، باقی میمونه 3 تا با نظر منفی. و همینطور اینجا الان ما مثبت 12 داریم و منهای 7، باز این دوتا علامتشون مخالف هم دیگه، با هم دیگه جور در نمیان، پس با هم دیگه جمع نمیشن، از هم دیگه کم میشن. و کدوم علامت میره توی جواب میشینه؟ کدوم نظر میاد توی جواب میشینه؟ اونی که قوی تر، زور بیشتری داره. الان مثبت 12 تعدادش از -7 بیشتره، پس زورش بیشتره، اون میاد توی جواب میشینه، نظر خودش رو میاره توی جواب میذاره. و اعدادم که هم نظر نیستن، با هم دیگه جور در نمیان، پس از هم دیگه کم میشه، یعنی 12 میشه منهای 7، جواب میشه 5. پس توی جمع و تفریق بچه‌ها به جور در اومدن علامت ها با هم دیگه دقت داشته باشین. اگر هم نظر بودن با هم دیگه جور در میان، علامتشون میاد توی جواب نوشته میشه، با هم دیگه جمع میشن.
ولی اگر هم نظر نبودن، یکی منفی بود یکی مثبت، پس هرگز نمیتونن با هم دیگه جور در بیان، از همدیگه کم میشن، عدد توی جواب نوشته میشه و علامت اونی که نظر اونی که زورش بیشتره، یعنی تعدادش بیشتره. اگر مثبت بود مثبت میاد میره توی جواب، اگر منفی بود منفی میاد میره توی جواب. به این خیلی دقت کنید که علامت ها با هم دیگه جور هستن یا ناجور. در ادامه بریم سراغ ضرب و تقسیم. حالا دسته‌بندی ضرب و تقسیم یعنی علامت منفی و مثبت رو بخوایم توی ضرب و تقسیم با هم دیگه ببینیم چه جوری جواب داره، چه علامتی میشه. خب بچه‌ها یه نکته خیلی مهم دقت داشته باشین. مثبت توی ضرب و تقسیم مثبت نمیتونه تأثیری داشته باشه، یعنی اصلا انگار ما مثبت داشته باشیم یا نداشته باشیم نمیتونه تغییری توی علامت داشته باشه. منفی هستش که توی ضرب و تقسیم تعیین کننده است که جواب منفی بشه یا جواب مثبت بشه. یعنی زمانی که ما یه دونه منفی داشته باشیم، شما فکر کن مثلا 1000 تا مثبت داری، یه دونه منفی تعیین میکنه که جواب منفی باشه یا مثبت، یا بالعکس اگر هم تعداد منفی ها چندین برابر مثبت باشه بازم منفی مشخص میکنه که جواب ما باید مثبت بگیره یا منفی. یه نکته بهتون میگم یادتون باشه بچه‌ها، تعداد منفی و تعداد علامت منفی، تعداد علامت منفی توی عملیات ضرب یا تقسیم خیلی مهمه. اگر شمردین تو اون عملیات تعداد علامت منفی تعدادش فرد بود، جواب حتما منفی میشه. و اگر تعداد علامت های منفی که تو اون عملیات ریاضی دارید تعدادش اگر عددی زوج بود، جواب حتما مثبت میشه. پس یعنی اگر الان مثال میزنیم با هم متوجه میشیم که به چه شکلی هستش. تو عملیات ریاضی شما دارین علامت‌های منفی رو حالا مثلا ضرب و تقسیم و اینا رو دارین انجام میدین، حالا میرسین به علامتاش که چی رو بذاریم توی جواب. نگاه میکنین میشمرین علامت‌های منفی رو، یعنی مثبت ببینید باز با مثبت کنین. اگر منفی نداشته باشیم که خب همون مثبت توی جواب نوشته میشه توی ضرب و تقسیم. ولی اگر توی ضرب و تقسیم حتی یه دونه منفی هم داشته باشین جواب رو تغییر میده. تعداد منفی ها اگر عددی فرد بود شما توی جواب دیگه اصلا نشمرید، نرید سراغ این که منفی در منفی میشه مثبت، مثبت در منفی میشه منفی، اصلا نرید سراغ این شمارش. این خیلی شما رو دچار استرس میکنه سر امتحان، مخصوصا دچار خطا میکنه. اصلا نرید سراغ این موضوع که حالا توی کتابا هست یا خیلی از همکارا آموزش میدن، منفی در منفی، مثبت در منفی، اصلا سراغ همچین چیزی نرید. الان مثال هر میکنم متوجه میشید. تعداد منفی ها اگر عددی فرد بود توی عملیات ریاضیتون سریع بلافاصله توی جواب علامت جواب رو بذارید منفی. ولی اگر تعداد منفی ها عددی زوج بود، شمردید مثلا 2 تا منفی هست، مثلا 4 تا منفی دارید، سریع توی جواب مثبت بذارید. درست شد؟ خب حالا میخوام الان ازش مثال حل کنیم. به طور مثلا الان میگیم که -2 میخواد ضرب در به طور مثال -4 بشه، دوباره این ضرب در مثلا -2 بشه. درست شد؟ خب حالا اینو 3 بذاریم که عددش فرق کنه. ضربه. پس ما اصلا با جمع و تفریق دیگه کار نداریم. میایم تعداد منفی ها رو میشماریم بچه‌ها. یه دونه، 2 تا. دیگه منفی داریم توی این عملیات ریاضی؟ نه. پس جواب ما الان 2 تا منفی داریم، عدد ما چی شد؟ تعداد منفیامون زوج شد. وقتی زوج شد جواب مثبت میشه. تموم. علامت رو گذاشتیم. حالا الان میایم ضرب مثلا حالا عملیات ریاضی رو انجام میدیم. 4 2 تا میشه 8 تا، 8 3 تا میشه 24 تا. درست شد؟ حالا این چیزی که توی کتاب هست یا مثلا همکارا خیلیشون میان توضیح میدن اینطوری میگن خب 2 4 تا میشه 8 تا، منفی در منفی مثبت، این میشه مثبت 8. بعد حالا میگن 8 3 تا میشه 24 تا، مثبت در مثبت میشه مثبت. اصلا یه همچین چیزی نیازی نیست شما از این روش استفاده کنید. این نکته‌ای که بهتون دارم یاد میدم خیلی نکته مهم و کاربردیه. تو عملیات‌های ریاضیتون تو ضرب و تقسیم ابتدا منفی ها رو بشمرید.
حالا اینجا چون همش ضربه من بلافاصله شمردم. حالا مثلا اگر ضرب و تقسیم داشتیم اون عملیات تقسیم رو مثلا اول انجام بدین، حالا اولویت با هر کدوم که هست. در آخر وقتی خواستین آخرین عملیات رو انجام بدین ببینین چند تا منفی دارید. یه دونه منفی داشتین، یه دونه منفی عددش فرده، پس جواب هم حتما فرد خواهد شد. 2 تا، 4 تا، 6 تا منفی اگر داشتین تعدادش چون زوج هستش پس جواب هم زوج خواهد شد. حالا چند تا مثال دیگه بزنیم که شبیه به این باشه. مثلا حالا تقسیم و ضرب هم توش استفاده شده، ترتیب عملیات هم توش باشه. مثلا میگیم الان 2 میخواد ضرب دره، به طور مثال منفیه 3 بشه، منهای یا تقسیم بره 2 به اضافه 1 بشه، دوباره ضرب داره مثلا منهای منفی 4 بشه. خب ما گفتیم که پرانتز دیگه، عملیات داخل پرانتز داریم، ترتیب عملیات به ما اینو میگه. اول داخل پرانتز رو انجام میدیم. 2 به اضافه 1 میشه چی؟ میشه 3. درست شد؟ خب حالا دیگه اینو که انجام دادیم از سمت چپ نگاه میکنیم به ترتیب عملیات‌های ریاضیمون. اول ضرب بعد تقسیم انجام میدیم. خب اینجا الان 2 3 تا میشه چند تا؟ 6 تا. توی این عملیاتی که الان داریم انجام میدیم، توی این ضربی که داریم انجام میدیم چند تا منفی وجود داره؟ یه دونه، تعدادش فرده، پس جواب حتما میشه منفی. 2 3 تا میشه 6 تا، منفی 6. درست شد؟ حالا میخوایم بریم عملیات تقسیم رو انجام بدیم. اینجا تقسیم منفی 6 میخواد تقسیم بر 3 بشه. باز اول علامتش رو نگاه میکنیم. منفی 6 مثبت 3. منفی چند تا داریم؟ یه دونه، پس حتما جواب هم منفی خواهد شد. چرا؟ چون فرده. حالا 6 تقسیم بر 2 میشه، تقسیم بر 3 میشه 2، پس جواب شد منفی 2. حالا میریم عملیات ریاضی بعدی. اینجا منفی 2 میخواد ضرب در منفی 4 بشه. تو این عملیات ضرب اول علامت رو پیدا میکنیم. یه دونه منفی، 2 تا منفی، 2 تا منفی داریم، تعدادش زوج شد، پس حتما جواب این چی میشه؟ جواب این ضرب میشه مثبت 1 2. 2 تا منفی دارن در هم ضرب میشن، میشه مثبت. حالا 2 4 تا میشه 8 تا. دیدین از سمت چپ من شروع کردم عملیات‌های ریاضی رو به ترتیب انجام دادم. هر کدوم از عملیات‌های ریاضی رو اول علامتش رو چک کردم. اگر تعداد منفیامون فرد بود علامت اون عملیات ریاضی میشه منفی. اگر تعداد منفیامون عددی زوج بود عملیات ریاضیمون، اون عملیاتی که داریم انجام میدیم، جوابش مثبت میشه. به این موضوع خیلی دقت کنید بچه‌ها. یه وقتایی که همچین مثالی هم ممکنه بهتون بدن ها. مثلا بدن یه همچین چیزی منفیه 3 جواب میشه چی؟ مثلا یه همچین چیزی داریم تو امتحان حالا ریاضی یه همچین چیزی میاد. خب دانش آموز میاد شروع میکنه منفی در منفی میشه منفی، مثبت در منفی میشه منفی. خب این وسط شما اگر یه استرس کوچیک بهت وارد بشه، یه هیجانی بهت وارد بشه و دچار خطا بشی، جوابت اشتباه میشه. میای شمارش میکنی، میگی 1 2 3 4 تا منفی دارم، تعدادش چی شد؟ زوج شد، پس حتما جواب مثبت. 3 هم که میاد نوشته میشه. به همین سرعت و راحتی. پس بچه‌ها کلا بیاین بیرون از این فرمول که منفی در منفی مثبت در منفی، اصلا یه همچین چیزی نیست. وقتی جمع و ضرب و تقسیم داریم، شما تعداد منفی ها مشخص میکنه جواب مثبت باشه یا منفی. هر عملیات ریاضی که دارین انجام میدین تعداد منفی هاش رو بشمرید تو ضرب و تقسیم. اگر تعداد منفی ها فرد بود جواب حتما فرد خواهد شد. اگر تعداد منفی ها زوج بود جواب حتما مثبت خواهد شد و در آخر جواب پایانی رو میذارید. این نکته بچه ها خیلی مهمه. خیلی از بچه ها این رو اشکال دارن توی سوالهای ریاضیشون، توی امتحاناتشون. عملیات ریاضی رو درست انجام میدن ولی سر یه اشتباه کوچیک توی تعیین علامت به جواب اشتباه میرسن. به طور مثال منفی 4 کجا، 4 کجا؟ زمین تا آسمون این دو تا عدد با هم دیگه فرق میکنن. پس از این روش‌هایی که من بهتون یاد دادم خیلی راحت به سادگی میتونید تعیین علامت جواب رو داشته باشید. امیدوارم که این تدریس کمکتون کرده باشه تا نتیجه خوبی توی امتحاناتتون بگیرید و ممنون میشم که اگر از من حمایت کنید.